همراهی شما عزیزان باعث افتخار ماست. خب در ادامه مجموعه آموزشی جامع ژئوالکتریک به بحث دایپول میرسیم. شما فرض بفرمایید که توی معدن انگوران که ما اینجا داریم میبینیمش خدمتتون عرض شود که سولفات روی هستش و ما 4 تا سونداژ دایپول رو میخوایم براش انجام بدیم. خب همونطور که ملاحظه فهمید معدن خیلی بزرگیه، ما فقط 4 تا در واقع سونداژ دایپول رو برای قسمت خیلی خیلی کوچیک میخوایم انجام بدیم تا اونجا رو بتونیم رگ معدنی رو کشف کنیم. خب این قسمتی که توسط انسان حالا تغییراتی ایجاد شده رو من کاری ندارم، فقط اومدیم الان روی قسمتی که توسط طبیعت اون در واقع رگه ایجاد شده. با توجه به تمام مباحثی که توی ژئومورفولوژی خدمتتون گفتیم فرض میکنیم که الان ما این رگه رو میخوایم شناسایی بکنیم. خب ما اگر بخوایم این رگه رو شناسایی بکنیم خدمتتون عرض شود که بایستی چند تا سونداژ دایپول بزنیم. فرض میکنیم که سونداژ ابتدایی ما که باید حتما عمود بر خدمتتون عرض شود که اون ساختار باشه، ما انتخاب کردیم فرض بفرمایید که به این صورت بزنیمش. یعنی چی؟ یعنی اینکه من A و B رو اینجا میذارم و خدمتتون عرض شود که M و N رو مثلا توی گام اول اینجا میذارم، بعد توی مثلا گام دوم این رو پاک میکنم و M و N رو برمیدارم مثلا اینجا میذارم و الی آخر. خب برای دومی ما به همین صورت عمل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه میایم A و B رو میذاریم و باز M و N رو به همین صورت شروع میکنیم و تمام گام همون هم فرض میکنیم با هم برابره. برای سونداژ سوم هم همین ترتیب رو انجام میدیم و برای سونداژ چهارم هم ما همین کار رو انجام خواهیم داد. خب این پس به این صورت که خب MNش و اینها مشخصه دیگه، MN ها به همین صورت تا انتها میرن. فرض میکنیم که ما تا 40 متری میخوایم اکتشاف رو انجام بدیم. خب پس این رو در نظر بگیریم. فقط میمونه بحث حالا مکان رو که میدونیم، در واقع ما فرض میکنیم هر کدوم از اینا 5 متر نسبت به هم فاصله دارن. سونداژی که زدیم به این صورته، یعنی اینکه من حالا این سونداژ و سونداژ یک در نظر میگیرم، این سونداژ 5 متر بالاتر، این سونداژ 5 متر و این سونداژ 5 متر. خدمتتون قبلا عرض کرده بودیم که مکانی که دستگاه قرار میگیره رو ما در نظر میگیریم برای محل سونداژ. مثلا این فرض میکنیم این مکانیه که دستگاه اینجا هستش. خب برای یک تقریبی که داشته باشیم میایم دوباره برمیگردیم روی خدمتتون عرض شود که اینجا و من نگاه میکنم که ببینم خب 2542 49 57 و 69. خب از 49 تا 69 ما اینجا داشتیم. یعنی در واقع من اگه اینجا بخوام الان بنویسم، خب این که میشه 0 و 0 و 0 و 0 اولیش، بعد دومی رو بخوام بنویسم خود اولی رو من میتونم جابجا هم بکنم که بدونیم مثلا این اولیه
دومی من همه رو میذارم و بعد یه راست شروع میکنم به نوشتن. خب این سومی و این هم چهارمی. خب ما میدونیم که اینا توی ایکسشون که صفرن تغییر نکردن، ولی توی ایگرگ دارن تغییر میکنن و هر کدوم 5 متر، یعنی این در واقع میشه 5 متر، بعد این میشه توی 10 متر و این میشه توی 15 متر. خب فقط حالا میمونه ارتفاع یا زد اینها. زد اینها رو اگه ما بخوایم به دست بیاریم، خدمتتون عرض شود که طبق چیزی که داشتیم، اولی که 0 بودش که این مکان بود، بعد از اون خدمتتون عرض شد که 39 تا 43 4 متر، خدمتتون عرض شد که 7 متر 4 متر و 7 متر، یعنی اولی میشه خدمتتون عرض شد که 4 متر، دومی میشه خدمتتون عرض شد 4 و 7 میشه 11 متر در واقع، و سومی خدمتتون عرض شد که 63 تا 42 تقریبا میشه 19 متر. خب دقت بفهمید که 19 متر پس شد 0 15 و 19 0 10 و 11 0 5 و 4. اینا مکان سونداژ هست که ما اینجا داریم. خب من این سونداژ ها رو قبلا برداشت کردم، مکان یابی هم کردیم، بنابراین من نرم افزار رو باز میکنم. نرم افزار رو که باز میکنیم تمام دیتا هامون هم که اینجاست، یعنی دایپول 1 2 3 و 4 رو ما برای معدن انگوران داریم. دوباره میام روی VS نوتپد بازش میکنم. فقط اینجا ابتداعا من بایستی روش دایپول رو انتخاب کنم، چون روش برداشتم دایپول بوده. خب میام اکسل رو هم باز میکنم، این فایل اولی رو باز میکنم، بازم دوباره توی فایل میام میگردم، یه جایی خطی تیره گذاشته شده و نوشته زوند IP 1D تایپ. از جایی که اعداد شروع شده رو من میام انتخاب میکنم، راست کلیک میکنم و کپی میکنم. بعد از اینکه این کارو کردم میرم داخل اکسل. توی اکسل عرض کردم خدمتتون، میایم یک بلانک انتخاب میکنیم، یک سلول رو انتخاب میکنیم، پیست میکنیم، بعد همین سلولا رو انتخاب میکنیم، کپی میکنیم، میریم توی که یک سلول بالا سمت چپ رو انتخاب میکنیم، اینتر میزنیم و بعد از اون کنترل میگیریم، وی رو میزنیم. خب تمام داده ها وارد میشه همونطور که ملاحظه میفرمایید. خب من میخوام 0 بود سونداژ اولم، اگه دقت بفرمایید، بله، و اسمش هم هست سونداژ 1 که من اسمش رو فقط میذارم سوند 1. و بعد از اون من خدمتتون عرض شود که میخوام یه سونداژ جدید اضافه کنم، روی به علاوه میزنم و وارد سونداژ جدید میشم. خب من دوباره بایستی برم، خب این رو میبندم سونداژ اولم و اینو باز میکنم، سونداژ دوم باز دوباره توی زوند IP اینجا میگردم، این رو انتخاب میکنم، راست کلیک کپی و خدمتتون عرض شود که میام دوباره توی اکسل. توجه داشته باشید دوستان، اگر ما از نرم افزار استفاده نکنیم، اینجا سل رو انتخاب میکنم، پیست رو میزنم و دوباره انتخاب میکنم، کپی رو میزنم، میام داخل نرم افزار، خونه اول رو انتخاب میکنم، اینتر میزنم، کنترل رو نگه میدارم، وی رو فشار میدم، دوباره نرم افزار برای من یک سونداژ رو پیست میکنه. اگر من از نرم افزار استفاده نکرده باشم و این فایل های خروجی رو نداشته باشم،
بایستی تمام اینها رو یکی یکی دستی وارد بکنم که کار سختیه. البته کا و رو خودش حساب میکنه ولی بقیه رو من بایستی وارد کنم. خب اینجا مکان رو میخوایم بدیم. مکان سونداژ اگر دقت بفرمایید 0، 5 و 4. خب من میدم 0، 5 و 4. میدونم که سوند 2 هستش و تمام. باید به علاوه رو بزنم. به علاوه رو میزنم. خب میرم دوباره توی اینجا 3 رو انتخاب میکنم. دوباره میام این زوند آی پی رو پیدا میکنم. داده ها رو انتخاب میکنم، کپی میکنم، میام توی نرم افزار اکسل. حالا یه جایی که سل خالی باشه میزنم، پیست رو میزنم، دوباره انتخاب میکنم، کپی رو میزنم و این بار میام دوباره تو نرم افزار اینجا رو کلیک میکنم، اینتر میزنم و کنترل رو میگیرم، وی رو میزنم. دوباره تمام اطلاعات میبینیم که وارد شده. خب مکان این سونداژ جدیدمون میدونیم 0، 10 و 11 هستش. من اینجا میدم 0، 10 و 11. سوند 3 و تمام. حالا میریم روی بحث بعدی، یعنی در واقع سونداژ بعدی. اد میکنیم. میبینید که وقتی اد میکنیم همون دایپول میمونه که دقیقاً همون چیزی که ما ازش انتظار داریم. خب سونداژ چهارم رو باز میکنم، دوباره میگردم، دوباره زوند آی پی 1D انتخاب میکنم و راست کلیک و کپی. دوباره برمیگردم توی اکسل و یک جای خالی پیدا میکنم، کلیک میکنم، پیست میکنم، دوباره تمام اینها رو انتخاب میکنم، کپی میکنم و میرم داخل نرم افزار. داخل نرم افزار که برم دوباره اینجا رو کلیک میکنم، اینتر میزنم، کنترل رو میگیرم، وی رو میزنم. اطلاعات وارد شد همونطور که میبینید. فقط مکان سوند 4 رو من باید دقیق انتخاب کنم. 0، 15 و 19 انتخاب میکنم، 0، 15 و 19 رو میزنم و سوند 4 رو انتخاب میکنم. خب تا اینجا کار ما انجام شد. فقط باید ذخیره بکنیم. من ذخیرهش میکنم به نام دایپول 4 که در واقع هر 4 دایپول هستش. سیو میکنم. حالا اگه من اینو ببندم دوباره بخوام وارد بشم، به راحتی میتونم همین داده ها رو بیارم. میتونم بین داده ها نویگیت کنم با این دکمه کرسر.